سلام دوستان، ما امروز میخوایم که این لگو رو توی 5 دقیقه با هم درست کنیم. پس let's go. خب دوستان، من نقشه این لگو رو میذارم اینجا تا درست کنیم. اول دوستان ما این تارسیله رو داریم، زمینا رو بعدش دوستان این دوتا رو دارم اینم بریم فشارش میدیم. چست شد، اینجوری شد. اینو میاریم بچه ها، بذاریمش اینجا. بعدش 3 تا اینا میاریم. اینو به اشتباه نکنم اینجاست جا. اینو میذاریم. بعد دوباره 2 تا این چیزا رو میاریم سریع به این متصل میکنیم به این حالت. اینو اینطوریش میکنیم. من بچه ها روش میذاریم که سفت بشه، نیفته. خب حالا این دوتا هم بچه ها متصل کنیم. ما که آتش نشانی رو چیر معنا میذاریم. بعد این طبقه بعدیش آخرش اینجا رو رنگیم. یه دونه بچه ها اینا میذاریم اینجا. بعدش دوستان اینا مارکش رو میذاریم اینجا. بعد 2 تا اینا رو خب بچه اینجا یه 2 تا ستون داریم. یه دونش رو این پشت می‌بندیم. بله، این هم میذاریمش اینجا سریع. این هم میذاریمش اینجا، میبندیمش به این. کامپیوترش هم میبندیم صندلیش. یه ستون هم بچه این پشت نسخه رو بندیم که سریع راحت نیفته لگومون. بعد بچه ها تقریبا خونمون تکمیله. بعد برای اینکه راحت هم تکونش اینم از این ایده آتش نشانیمون و سراغ آمبولانسش. بچه خونه این ایستگاه آتش نشانی کامل تکمیل شد. نوبت میرسه به خود اینم پشت به آمبولانس. یه نفر دوم میاد ببینم از اینا. اصلا ماشین آتش نشانی اینجا بذاشتیم. لگومون کامل تکمیل شد. خیلی
هم قشنگ. بریم دوستان یه ذره با این اسباب بازیمون بازی بکنیم. بچه این آمبولانس روشن، نه گفتم آتش نشانی روشن میشه، آدم هاش بزنیم توش اینطوری میره. مثلا این یارو هم یاد اینجا میتونم کامپیوتری کنم. بعد بچه ها در آمبولانس اینجا رد میشه اینطوری، مثلا این بر بعد مثلا این ابزارشو برمیداره، ابزار آب پاششو اینجا وصل میکنه. اینطوری آب پاش میکنه، آتیش خاموش میشه، اینم خاموش.